عزیزم بیا این نوشابه، الان غذامونم حاضر میشه. بذار واسه وا کنم الان. قدر زول جنی وای وا کردی؟ عزیزم اینو برام باز میکنی؟ با اون وا کرده بودی؟ نه یاد ما خیلی غذاش خورد. علی زنگ زد. سلام علی جان خوبیم؟ چه خبر؟ نوکرت. نه داداش ما اهل دیزی نیستیم. آرزو اصلا غذایی نیست. ویج بنده خدا. غذا نمیخواد. حالا اگه سوشی موشی میونید بخورید شب باتون میام سوشی بخوریم. میگم آرزو اصلا به زنگ میزنم. قدر زول جنی عزیزم تو سالات میگی بیارم این چیه تو غذای من؟ به نظر میریم ازشون شکایت کنیم. نون اضافه سالاد میخوری؟ میشه؟ مرسی عزیزم عالی بود. آرزو واسه اون یه ماست زده. ما این ماست داشتیم. ماست؟ ما ماست خوردیم. من میخوام کنم تو پاچه ما. دستم. آرزو این بخیه میخواد. نه با چی بودید؟ با چاقو برید؟ آره چاقو تو کیفم. چاقو چرا تو کیفته؟ قدر زول جنی دیدم ناخونم خورد بهش. چیزی نیست که یه ماست سال اضافه زدن. چیزی نشده که بیا بریم فدت شم.